وقتی یه نفر با اره برقی تردستی میکنه چه اتفاقی میفته؟ با 3 تا شتو. آیا شما حاضرین چند تا فندک رو تو مخلوط کن بندازین؟ و وقتی یه شیشه آبجو رو با دست خالی میشکنید، خب اون وقت حسابی کلاه سرتون رفته. با 2 مردی که حرکات آهسته دوربینشون میتونه حرکت دنیا رو متوقف کنه همراه بشید. Matt, you ready? All right, Greg, I reset this camera. We're going to take a look at your takeoff this time. اگر یه آزمایشگاه فوق پیشرفته که در اون هر چیزی میتونه اتفاق بیفته و اتفاق هم میفته، در کنار تعدادی از سرکشترین استعدادهای دنیا قرار بگیره، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ توقف زمان. This is awesome. We have to get this guy in here. Will it blend? ممکنه ویدیوهای سایت یوتیوب رو دیده باشین که در اونها یه نفر چیزایی رو داخل مخلوط کن میریزه که نباید بریزه. براتون از شبرنگ‌های انعطاف پذیر، لامپ، دوربین فیلمبرداری، توپ بیسبال، یه روش جدید برای حل پازل مکعب و کی میتونه از این آیفون نو بگذره؟ تام دیکسون نابغه بازاریابیه. اون برای فروش مخلوط کنهای قوی صنعتی خودش از اونا در حالی که دارن دنیایی از اشیاء مختلف رو خرد میکنن فیلم میگیره. اما مخلوط کن واقعا چجوری مخلوط میکنه؟ چه اتفاقی میونه تیغه هاش میفته؟ Let me show you what I brought. Let's blend a couple of strawberries. Sounds good to me. That smells and looks pretty good. It does. You get all that? Got it. Now, this is not going to end well for the strawberry. دوربین‌های ما افتادن توت فرنگی‌ها رو با سرعت 10,000 فریم در ثانیه ثبت میکنن. Oh, it's a slicer and a dicer. slices. That's 4, 5. That's great. 6. That really is. It's almost as if you could change very little about your machine and make a 9, dicing machine. 10. Wow. 11. That's the same strawberry. 12. And there's the other one. Add into the mix. Oh, this is fun. میدونیم که شما مدام از خودتون یه سوال مهم میپرسین. چرا صرف نظر از سرعتی که مخلوط کن داره برخی از مواد پایین نرفته و خرد نمیشن؟ Problem is they run the blade too fast. Everything bounces off or doesn't pull the product down into the blade. So what happens if we try something a lower speed? Let's try low speed. Gumball smoke. Matt, you ready? Oh. Let's see about what theory looks like in reality. Oh. Okay, so how fast is this clip? This is 10,000 frames per second right there. وقتی مخلوط کن با حد اکثر سرعت کار میکنه، تیغه ها آدامسا رو به جای اینکه به طرف منطقه خرد شدن بکشن به طرف بالا میپرونن. مشاهده چنین چیزی با سرعت 10,000 فریم در ثانیه البته آسونه. We take a good look at the slower one, the slower speed. Slower blade speed. So now we can really see a comparison. Well, first hit. That was perfect. It's a little bit different. That's why we have program cycles. Yep. Lets everything drop down in front of the blade. 2 عامل قابلیت مخلوط کردن رو افزایش میدن: سرعت متغیر و البته طراحی تک تیغه مخلوط کن. Oh, that's amazing. Oh, wait till our engineers see this. این تیغه میتونه با سرعت 28,000 دور در دقیقه بچرخه. در چنین سرعتی سرنوشت همه چیز در دست ماست. بسیار خوب. یک سوال جالب دیگه. این باقی مونده یه چیزیه که مخلوطش کردی. میتونید حدس بزنید چی بوده؟ It's really hot, actually. That's not too surprising. وقت تموم شد. حالا بیایید صحنه رو برگردونیم تا بفهمیم. تا اینجا دیدیم که مخلوط کنه تام این دوربین رو خرد کرد. آدامسای توپی رو له کرد و توت فرنگی‌ها رو هم تکه تکه کرد. اما آیا قادر کوکتل مولوتوف هم مخلوط کنه؟ Now, you've done this before. Oh, no. Just to recap, we're going to take 7 containers of highly pressurized flammable gas, and we're going to blend them and hope that it explodes. That's right. Now, why are we going to do this? It's never been done before. We're the first. I'm convinced.
It's a great reason. اما سوال مهمتری هم در اینجا مطرحه. آیا مخلوط کن از این آزمایش جون سالم به در میبره؟ در ضمن مشخصه که خود این آزمایش این پیامو میرسونه که هرگز چنین کاری رو در خانه انجام ندید. Matt, you're all set. I'm all set. منظورم دقیقاً با شماست. 3, 2, 1. All right, let's take a look. Can't wait. بلندش کنید. Wow, so it comes right out of the bottom. Oh, man. This is totally awesome. تصاویر آهسته نشون میده که آتش از پایین شعله میکشه در حالی که سوخت سرریز شده به فلز داغ موتور برخورد میکنه. There was a ton of butane spurting out the top, and it really takes that flame way up. Wow. Let's just see the right beginning of the flame again. Sure. I'm glad we moved back because that's going 3 feet off the table Oh, to the yeah. side. وجود 7 وسیله در حال انفجار میتونه هر مخلوط کنی رو تکه تکه کنه، اما این مخلوط کن از همون موادی ساخته شده که در ساخت شیشه های ضد گلوله به کار میره. In the background underneath there, the blender's still blending. Blender's still Blending away. Look at. Oh, man. چطور باید میلک شیک کوکتل مولوتوف رو تزیین کرد؟ با یه تردستی با اره برقی چطورید؟ با برنامه توقف زمان برمیگردیم. تردستی از زمان مصر باستان وجود داشته و تقریبا از 4000 سال قبل به این طرف بشر هر چیزی رو که در دستش جا شده به هوا انداخته و با اون تردستی کرده. کافیه فقط از مد چاد تیلور بپرسید تا ما رو تایید کنه. چاد به خاطر تردستی با اره برقی روشن معروف شده. اون چطور میتونه این کار رو بدون از دست دادن جونش یا حداقل دستش انجام بده؟ و مهمتر اونایی که این تردستی ها رو در خونه انجام میدن چطور باید این کار رو بکنن؟ Oh, I had that. Yeah. اجازه بدید کارمون رو از پایه شروع کنیم. This is called the cascade, which is generally thought of as the most basic juggling pattern. All right, what's a little step above that? What would be a little more difficult, this is called the shower. All right, that looks quite a bit more difficult. Well, it is roughly twice as fast because only one hand is throwing them up high. خوب دقت کنید. وقتی سرعت رو پایین میاریم ظاهراً آسون میشه. همه میتونن بعد از نوشیدن چند آبجوی استراتژیک این کار رو انجام بدن. And we captured this at 500 frames a second? Yep. All right, it's about 20 times slower than normal. Wow, that's pretty cool to Makes it see. look easy. ما بلافاصله متوجه چیز جالبی شدیم. Your gaze never changes over the entire sequence. And that's good. I mean, the idea is you're trying to keep looking to get that same imaginary point in space and seeing everything else through your peripheral vision. So that's good. I'm doing that. It's interesting, you're never looking down at your hands. You never have to look at your hands. Once you've seen the highest point, you know where it's going to land. اجازه بدین قدم به قدم جلو بریم. توپ از دست رها میشه. دست توپ رو میگیره. و این روند تکرار میشه. دوباره به چشمان چاد نگاه کنید. در حرکت آهسته کار آسانی به نظر میرسه، اما در سرعت معمول وقت خوردن یه آبجوی دیگه و انجام یه تردستی دیگه است. Let's compare this to the shower juggle, okay? That's the classic way to juggle. Now, in the cascade, usually there's only one ball in the air at a time, sometimes two. When you get into the shower, there's actually moments when all three are in the air. قانون جاذبه میگه هرچه تعداد اشیایی که چاد روی هوا داره بیشتر باشه، باید ارتفاعی که به اونا میده هم بیشتر باشه. I'll do my 3. Okay. من نگاه شما رو روی نفر سمت راستی نگه All right, میدارم. hit it. این بار 7 توپ تا ارتفاع تقریبا 10 فوتی از دستان اون به بالا پرتاب میشن. همین نکته امکان خطا رو افزایش میده.
چاد برای درست انجام دادن این کار در آن واحد حداکثر 6 توپ روی هوا باید داشته باشه که البته کار آسونی نیست. I can just see all my mistakes, how sloppy that is. They should be the same height there, they're not. There's a couple moments where you can actually see some of the balls on top hit each other really, really lightly. Okay, I didn't even catch that. I'm just surprised that is so much Right lower. there. Wow. خب چاد طور این کار انجام میده که انگار خیلی کار آسونیه. بهتره کارو سخت‌تر کنیم و چیزای بیشتری برای بازی به اون بریم. Each one is going to go up in a double spin. توپ‌های گرد رو میشه به هر شکلی گرفت، اما وقتی قراره کار رو با اشیاء مستطیلی مثل این چوبا انجام بدید، باید اونها رو با دقت زیاد و به نحوی بالا بندازید که بشه هنگام فرود دستشون رو گرفت. این حرکت در سرعت پایین به رقصی زیبا تبدیل میشه. You must not be able to see anything below your neck. So you really have to judge this way in advance. Yeah, I have to be looking right up there where they're peaking to make it work for sure. بسیار خوب. چاد تونست از پس تردستی با 3 توپ بر بیاد. اون حتی با 7 توپ هم مشکلی نداشت. تردستی چوبا رو هم به خوبی انجام داد. اما چرا در حالی که از همه جلوتره این کار رو رها نمی‌کنه؟ یه نفر برای اینکه تردستی با اره برقی رو انجام بده باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ در واقع عامل اتخاذ این تصمیم هم مثل خیلی دیگه از تصمیمات شجاعانه چاد انگیزه مالی بود. It was actually for a beer commercial, and I had 2 weeks to learn it. And the thing is, then I got there to shoot it, and I'm firing them up, and the director's like, "You don't have to start them." He says, "We'll just put a sound effect over later." اما برنامه توقف زمان از هیچ جلوه ویژه‌ای استفاده نمی‌کنه. Here we go, guys. سرعت دندانه‌های اره 11500 دور در دقیقه است. اگر قطعات یخ رو با گوشت انسان جایگزین کنید، متوجه میشید که چرا باید نگاهی به بندهای بیمه‌نامه برنامه توقف زمان می‌انداختیم. خبر خوب اینه که تنها چیزی که بیمه‌نامه ما تحت هر شرایطی پوشش میده، قطع عضو تصادفی ناشی از اجرای تردستی سر صحنه است. پس برای ادامه برنامه مشکلی نداشتیم. That was incredible. وقتی برگردیم چاد دستان و البته جانش رو در راه علم به خطر میندازه. چاد تیلور یک سردست بین المللیه. وقتی کارهای اون در مقابل دوربینمون کند میشن، حرکات به ظاهر معمولی به حرکاتی غیر معمول تبدیل شده و حرکات واقعا دشوار او رنگ و بویی شاعرانه میگیرن. حالا وقت این رسیده که دوربینامون رو روی صحنه متمرکز کنیم که اصلاً با عقل جور در نمیاد. چاد خودش رو برای انجام یه تردستی با 3 اره روشن آماده میکنه. Okay, well, this is why we're actually really here. Okay, if you guys are ready. Give you a little towel just in case. Ignore him. Okay. Keep focused. We're going to just stay out of the way and let this happen. ما جداً توصیه میکنیم به هیچ وجه این کار رو در خانه انجام ندید. تحقیقات نشون دادن که سلول‌های خاکستری مغز کسانی که تردستی کردن رو یاد میگیرن 3% بیشتر شده و مغزشون واقعاً رشد میکنه. اگر درست باشه باید بگیم که چاد صرف نظر از تصمیم غیر عاقلانه‌ای که برای انجام این تردستی گرفته یه نابغه است. فرقی نمیکنه که چاد چوبای سبک رو به هوا میندازه یا اره‌های 10 پوندی رو. تکنیک اون در هر دو حالت یکیه. تنها چیزی که تغییر میکنه خطر انجام کاره. Seems like right when the ones in your left hand are coming down, it really puts an impact on your wrist. It's I huge. can't believe that, how well you can see that there. Wow. I mean, I always knew they were heavy, but it's really wild to see that. در سرعت 2000 فریم در ثانیه خطر کار بیشتر هم میشه.
اگر چرخش اره‌ها درست نباشه چاد نمیتونه دست اونا رو بگیره. اینها چوبای بی خطر نیستن، اره‌های روشن با تیغه‌های تیز هستن. حرکت اونو میبینید؟ در اینجا چاد اصلاً به دستاش نگاه نمیکنه. تا پایان کار 27 اره روشن از فاصله چند اینچی بینی چاد رد شدن. بهتر بگیم دوباره نگاهی به اجرای چاد بندازید و حالا به کمک این تصاویر کند شده میتونیم اسرار این تردستی رو کشف کنیم. دقت کنید که افق دید چاد کاملا مستقیمه و اون اصلا به دستاش نگاه نمیکنه. اون کاملا بر کارش تمرکز کرده. دقیقاً متوجه کارشه. دید محیطی اون کاملا درگیر این کار شده و همه حواسشو به کار گرفته. همه توپ‌های بازی اون همزمان روی هوا هستن. We talked about the increase in gray matter earlier from jugglers. I don't know how I feel about doing this in terms of how smart it was in the beginning, but now that you got it working, I think it's a great idea. Yeah, well, the chainsaw juggling may actually decrease gray matter. I'm not sure yet. And decrease everything if it cuts the wrong place. خب تا اینجا چه چیزایی یاد گرفتیم؟ 3 توپ آسون بود. توپ‌های بیشتر کمی سخت‌تر شد. چوبا بازم سخت‌تره. اما اره برقی وقت نوشیدن یابجوی دیگه است. خب میدونیم برای یابجو کجا باید بریم. با برنامه توقف زمان برمیگردیم. تا اینجا دیدیم که هر چیزی یه توجیه علمی داره. از مخلوط کردن آدامس توپی گرفته تا تردستی با اره برقی. و خیلی تعجب آور نیست که حقه ساده مشروب فروشا هم دلیل علمی داشته باشه. But we're going to use safety gloves today. Seems like a good idea. All right, ready? Yeah. Check this out. Holy moly. I want to try. All right. All right, what do I have to keep in mind? Well, I would dump a little bit out, get some air in the top. For the homies? Yep. Always. And then you want to hit it with the padded part of your hand as level as you can, covering the entire rim. Right here. Yep. That's it. و حالا چیزی که مجبوریم تکرار کنیم. به هیچ وجه این کارو در خونه انجام ندین. Did I I heard mention something. Yeah. You got to hit it harder than my crazy Auntie Grace. I'll try. Go ahead. Yep. Nicely done. Very nice. بیایید دوباره ببینیمش. با تغییر سرعت تصویر میتونیم اسرار حقه مورد علاقه مشروب فروشا رو کشف کنیم یا نمی‌کنیم. So that's the moment of impact right there. Oh, and it's 10 frames later that it breaks. It looks like a bunch of little bubbles forming. Yeah, we need to look at that a lot slower because I'm pretty sure those aren't bubbles. Okay. So let's zoom in and go a lot faster. As fast as possible. منظور جف از سریعتر کردن تصویر کمتر کردن سرعت نمایشه. Matt, you're all set? ردیفش کنید بچه‌ها. Okay, I'm gonna count down 3, 2, 1. That was pretty easy. It was easy. So that's amazing. It's a cavitation. A cavitation is just like a bubble, but it's a bubble of a vacuum. با تغییر سرعت تصویر به 10,000 فریم در ثانیه میتونیم حبابای خلایی رو که در ته بطری تشکیل میشن ببینیم. طبیعت از خلأ متنفره و وقتی طبیعت چیزی رو دوست نداشته باشه دست به کار دردناکی علیه اون چیز میزنه. It's the sheer force of the liquid just rushing back to fill the vacuum, and it just blasts out the bottom of it. The break is actually happening because the water is separated from the bottom and drawn back to it at a really, really high velocity. Amazing. وقتشه یه اعترافی بکنیم. چیزی که تا حالا به شما نشون دادیم با آب رنگی انجام شده بود. نه به این خاطر که از آبجو خوشمون نمیاد، بلکه به این دلیل که انجام این حقه با نوشابه‌های گازدار
اصلا امکان پذیر نیست. Okay, for comparison's sake, let's do a beer. قراره به سراغ چیزای واقعی بریم. Get out of my seat. Well, sometimes I want to be in your seat. So, as we expect, there's almost no cavitation. There's small cavities, and then the carbon dioxide fills it immediately, forms a ton of fizz. حالا میتونید ببینیدش. دوربین های ما لحظه پر شدن حباب خلا به وسیله دی اکسید کربن رو نشون میدن. در حالی که آب رنگی میتونه حبابای خلا رو بترکونه، نوشابه گازدار فقط میتونه روی حباب سوار بشه و حالتی شبیه به فوران آتش فشان سنت هلن ایجاد بکنه. تنها اتفاقی که میفته حیف شدن یابجوی خوشمزه است. البته این آبجو فدای یافتن دلایل علمی شد. و در آخر یک نکته خیلی جالب. You think you could smash that with your bare hands? Yeah. That's Newton's third law. چیزی هست که بخواید آهسته تر ببینیدش؟ به وبسایت های اینترنتی سری بزنید. شاید تصاویری که میبینید همونایی باشه که دنبالشید.